ضمن نشست خبری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شاه منصور اطلاع داده شد که از جانب 174 کارخانه‌های صنعتی نوابسته از شکل مالکیت و تابعیتشان حجم استحصال محصولات صنعتی با نظرداشت سکتور غیر دولتی در حجم 601 میلیون و 377 هزار و 300 سومونی برابر گردید که نسبت به همین دوره سال گذشته با مبلغ 151 میلیون و 591 هزار و 300 سومونی زیاد بوده، سرعت افزایش 130.4% را تشکیل می‌دهد. تحلیل ها نشان دادند که در دوره حساباتی از 174 عدد کارخانه استحصالی 105 عدد کارخانه حجم استحصال را زیاد نموده، 40 کارخانه با سبب پیدا نگردیدن طلبات اجرای عهده‌داری ها را کم نموده، 29 عدد کارخانه ها فعالیت نکردند. وابسته به اجرای نقشه درآمد بودجه مسئولین چنین اطلاع دادند. نقشه درآمد بودجه محلی باشد 120% تامین گردید که و بودجه محلی 41.9 میلیون سومانی برزیادی مبلغ‌ها غیر از نقشه وارد شدند. نقشه خراجات بودجه باشد 93.4% اجرا گردید. اینچنین اطلاع داده شد که از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ گذاری شونده برای ساختمان کپیتالی 828.7 میلیون سومانی مبلغ صرف شده است و تا این مدت 435.5 میلیون سومانی فاندهای اساسی به استفاده داده شده است که این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته از حساب سرچشمه‌های مبلغ گذاری شونده 254.8 میلیون و فاندهای اساسی به استفاده داده شده 328.7 میلیون سومانی زیاد می باشد. وابسته به فراگیری کودکان به مؤسسه های تا مکتبی گفته شد که حالا در ناحیه 30 عدد مؤسسه های تحصیلات تا مکتبی فعالیت دارند که از این تعداد 11 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی بودجتی، 21 مرکز انکشاف کودک و 3 مؤسسه تا مکتبی نزد تشکیلات ها می باشند. شماره تربیت گیرندگان مؤسسه های تا مکتبی بوجوی 3688 نفر را تشکیل می دهد. در ناحیه 1023 گکتار زمین های کشاورزی موجود بوده است که از این 494 گکتار خوجگی های دهقانی و 512 گکتار زمین های خوجگی های اهالی و 17 گکتار زمین های یاری رسان می باشد.